در ولایت رستوف روسیه 6 در خرید گروه واگنر را تحت جستجو قرار دادند. بنا به نوشته مطبوعات محلی این 6 نفر محبوسانی بودند که در محبس‌های روسیه ادای جزا می‌کردند. گفته می‌شود این 6 نفر 3 نفر شهروندان ازبکستان، 1 نفر شهروند روسیه، 1 نفر شهروند قرقیزستان و یکی دیگر از بلاروس بودند. بنا به گزارش‌ها این سابق محبوسان و عین حال زرخریدان واگنر سانه 21 دکامبر سال 2022 از تمرینگاه نظامی متعلق به واگنر که در ولایت غصب شده لوگانسک اوکراین جایگیر شده است فرار کردند. آنها مسلح بوده برای جامعه خیلی خطرناکند. بنا به فرضیه مقامات روسیه آنها در حدود ولایت رستوف پنهان شدند. پلیس به این دلیل از شهروندان خواسته است که هنگام دیدن شخصان در تن لباس حربی به رقم 112 تماس گیرند. پس از تلفات خیلی زیاد نظامیان روسیه در تیر ماه سال 2022 در جنگ با اوکراین، رسانه‌ها خبر دادند که گروه چویکا واگنر و وزارت مدافع روسیه مجبور شدند که محبوسان را از محبس‌های روسیه جمع گیر کرده به طور اجباری همچون سرباز به میدان جنگ فرستند. شرکت واگنر به یوگنی پریگوژن معروف به لقب آشپز پوتین، 1 نفر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تعلق دارد. این شرکت سال 2013 تأسیس داده شده شرکت خصوصی حربی است که با جلب زرخریدان در جنگ‌های سوریه، عراق، سومالی، لیبیا، جمهوری افریقای مرکزی و اوکراین نام برآورده است. اگر جلب محبوسان به جنگ غیر قانونی است و قانونگذاری روسیه نیز اجازه آن را نمیدهد، تا به حال به گفته فعالان جمعیتی از زندان‌های روسیه حدود 30,000 محبوس‌ها را به جنگ فرستادند. در بین آنها شهروندان خارجی از جمله محبوسان زاده تاجیکستانی هستند. تنها در ماه دکامبر سال 2022 در ولایت ختلون جسد 2 نفری را دفن کردند که به گفته خویش و تبارشان در زندان‌های روسیه ادای جزا می‌کردند، ولی در اوکراین در میدان جنگ کشته شدند. از آنها بابوعزیز تویدیف و منوچهر شودیف نام میبرند. تویدیف 22 ساله را روز 12 دکامبر به تاجیکستان آورده در زادگاهش در ناحیه یوم به خاک سپاریدند. منوچهر شودیف 28 ساله را در ناحیه کوشانیان گرانیدند. حالت دیگری پیوستن محبوسان تاجیکستانی به گروه واگنر از زندان روسیه پس از تیرپرانی در بلگراد آشکار شد. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمانبر می‌شدند تا رفتن به ارتش در یک زندان در حدود ولایت بریانسک ادای حکم می‌کرد. از او میروب رحمانوف نام میبرند. در این روی خط نام یک شهروند تاجیکستان با نام شوکربک ساتوروف که در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود پیدا کردند. گفته می‌شود شرکت خصوصی حربی واگنر با وعده آزادی پیش از مهلت از محبس‌های روسیه محبوسان را به سطح خود جلب کرده به جنگ اوکراین می‌فرستد. مقامات ازبکستان و تاجیکستان قبلا شهروندان خود را از اشتراک در جنگ‌های خارجی هشدار داده بودند. در قانونگذاری تاجیکستان برای چنین عمل همچون جزا تا 20 سال زندان پیش بینی شده است.